5 دیسترک برتر رپ فارس رو قراره امروز با هم بررسی کنیم. پس بهتون پیشنهاد میکنم تا انتهای این ویدیو با من همراه باشید. سلام به رپ تایمه عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. قبل اینکه بریم ویدیو رو ببینیم کانال رپ تایم رو حتما سابسکرایب کن، چون کلی فکتای رپی قراره واسهتون از این به بعد داخل این کانال آپلود کنم. بدون هیچ معطلی بریم سراغ ویدیو. بچه‌ها من برای حمایت از آرتیست میریم رو صفحه یوتیوبشون، هر 5 تا آهنگو گوش میدیم و 2 تا نسل 4 واسهتون آماده کردم و 2 تا نسل 1. بریم اول نسل 4 گندم گوش بدیم. یکی از ترک‌های گندم که دیسترک است رو از این قسمتش من پلی کنم که اوکی تر باشه. بریم گوش کنیم این تیکر رو. فقط کافیه به ما بسپوری 1 2 3 میپیچم نسخت اوبی محمدم نبینم دوم در آوردی رسیدی به همین جام کلم با کپی. این دیسترک گندم بود و یکی از دیسترک های برتر رپ فارس. حالا داخل نسل 4 فرقی نداره، من چون همه رو یه جور آماده کردم. این دیسترک حدود 700 کا بازدید خورده و دیسترک برتری بوده. البته بریم دیسترک بعدی که سهراب ام جی هست به نام هابیل با هم گوش کنیم. هابیلو بچه‌ها توی دیسترک هابیل قابیل که با رضا پیشرو انجام دادن تو بتلی که بود این موزیک رو دادن بیرون. من برای اینکه یکی از ترک‌ها رو بشنویم اومدم هابیل آماده کردم. از یه طرف حولو و جوجه هنری 2 تا دیسترک و بتل بودن، اومدم حولو رو انتخاب کردم و از 2 تا آرتیست نسل 4 گندم پوری و آرتیست‌های نسل 1 و 2 یکی حسین و یکی سهراب ام جی و حتی از آرتیست نسل 3 هم داریم کچی بیتس هم ازش یه موزیک آوردم که با هم گوش کنیم. خب بچه‌ها الان ترک هابیل از سهراب ام جی قراره گوش کنیم. من از اولش بزنم چون همه‌شو نمیتونیم زیاد گوش کنیم. یه تیکشو درت بره تو لاکت نمیخوای درت بره ساکت. حالا بیادب نشو که من بیادب میشم. چی میگم زن و بچه من میرنم پیشم. ماها چند ساله بالاییم تو چند. حالا رضا پیشرو داخل ترک قابل که این بغل دارم بهتون نشون میدم جوابشو داده، ولی خب من میگم 2 تا ترک از نسل 1 کلا آماده کردم که سهراب ام جی هست. حالا این ترک 290 کا نزدیک 300 کا ویو خورده و تو 300 کا به نظر من میتونیم بهش رتبه دوم رو تا الان بدیم. البته رتبه بندی بالا میتونید ببینید انجام میدیم چون همه گوش ندادیم. خب بچه‌ها الان دیسترک حولو که دیست به تتلو بود جوجه هنری داخل این پلیلیستی که اینجا گذاشتیم نبود، ولی خب ما ترک حولو رو که دیست بهش بود الان بررسی میکنیم. داخل صفحه رسمی کچی بیتس نبود. چه کار اشتباهی بود ما کردیم؟ برای همین پاکش کرد. حالا ببینیم تیکه از اینو بشنویم. میگیریش بگی بکن بینم منو خونه اس جیا خونه رفیقشی رو مبلی کسلیا خونه رفیقشی و اف ام آی. خب این خشایار بود بچه‌ها، خشایار استار بود که دیسشو به امیر تتلو منتشر کرد و داد که البته میگم بعدش پاک کرد. این 72000 تا ویو خورده که از همین الان بود بندازیمش. من خودم وقتی اومدم این پلیلیست رو این بارا درست کردم که واسه دونالد بذارم 5 دیسترک برتر رو، من خیلی مشتاق بودم مثلا به این ترک برسیم. خیلی یکی از ترک‌های مورد علاقه منه که دیسترک هم هست. یعنی حالا بعد از بتلی که حسین با فدایی داشت خیلی بدتر، مثلا چجوری بهتون بگم، مثلا فرض کنید فدایی 6 ماه پیش یه ترک داد، حسین یه ترک داد. حسین بعد از 6 ماه اومده یه دونه آهنگ ساخته که البته فیت هم هستا، فیت با مسینه و اپیکار، حسین مسین اپیکار. و من فقط تیکه حسین رو قصد دارم اینجا بذارم. خیلی مشتاقم بریم یه تیکه رو گوش کنیم. بریم آهنگ به مولا با 1 میلیون ویو که از همین اول من گذاشتمش این گوشه. یعنی واقعا با صدای حسین پشمه آدم میریزه. خیلی ترک باحالی بود از حسین. خیلی این ترک حسین رو من گوش دارم. الان پلیلیستی که درست کردیم حسین میره اول، گندم میاد دوم با 600 کا ویو و هابیل هم که فعلا سوم، نمیدونم شاید سوم بمونه کلا.
حالا بریم ادامه که حولو رو هم گوش دادیم. حولو فعلا فکر کنم آخری بشه، البته نمیدونم واسه پوری چقدر ویو خورده. ووف، واسه پوری هم 300 کا ویو خورده، خیلی 300 کا عدد زیاده، اصالت خوبه باز. که حتی دیسترک هابیل هم انقدر نخورده ولی خب پوری خورده. پوری 300 کا ویو خورده آهنگش که از چنل رسمی خودش، چنلش اینجا میتونید ببینید و برید حمایتش کنید، سابسکرایبش کنید. من اینجا چون داخل یوتیوب مهمون هستم و حساب ندارم نتونستم سابسکرایبش کنم، ولی با اکانت اصلی رپ تایم اینو من سابسکرایبش کردم. بریم حالا ترک پوری رو ببینیم چه وضعه. الان سوارو ام جی که اوکی شد، اینا رو من طبق پلی لیستی که 5 ترک بودن اوکی کردم و حولو هم که آخر شد. بریم آهنگ آخر رو با هم گوش بدیم. رپ فارسی کوچیک بود برای پوریا، برای همه پیشرفته، برای من درجا میزدم پروژه بریزون پشماتو با یه لنوو جی 550. الان کاستوم لباسم نمیخوره سایز اینا به کلاسم، خدا محرمه با همه لخت میشینم رو تراسم. الو بپه کیلو 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 اینم از دیسترک. البته دیسترک فکر نکنم باشه، شاید اصلا باشه اینجا، حالا نذاری که چون بتلن، کلا نسل 4 داخل بتلن، نمیدونم هیچ آهنگ معمولی ندارم، فقط دارن همو دیس میکنن، چون آهنگی ندارم من نمیدونم این دیسه یا نه. 5 تا دیسترک برتر رپ فورس رو با هم بررسی کردیم توی این ویدیو، امیدوارم خوشتون اومده باشه. اگه با این ویدیو حال کردی و به دردت خورد بفرست واسه دوستان رپید که اونا بیان چنل رو سابسکرایب کنن و ویدیو رو ببینن. دوستتون دارم، تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.